کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روزهای یکم و دوم ایول سال 2024 در ناحیه‌های کوهستان رشت چندین سیل فرو ریخته باعث از خانه‌هایشان کوچاندن بیش از 200 ساکن شده است. در ناحیه نورآباد یک راننده را سیل برده است. بنا به اطلاع کمیته ایالت‌های فوق‌العاده روز یکم ایول سال 2024 تخمینا ساعت 11:30 در دهه سر پولک جماعت دهات حکیمی ناحیه نورآباد سیل یک ماشین تمغه اوپل زفیر ساکن دهه جفچی را زیر آب کرد. به آنها میسر شد که دو کودک، یک زن و یک مرد را از ماشین بیرون کنند. متاسفانه راننده را سیل برد. در نتیجه تلاش‌های مشترک جسد راننده در 4 کیلومتر پایین‌تر از محل حادثه پیدا و به نزدیکانش سپرده شد. روز یکم ایول سال 2024 در دهه دشت مرزا جماعت دیات قلعه دشت نوی فیض‌آباد سیل آمد و در قطعه زمین نزد اولگی ساکنان باغ‌ها و راه‌های بین دیه را ضرر رساند. کارها برای برطرف نمودن پیامدهای آفت آغاز شده است. طبق اطلاع کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در منطقه رشت یکم ایول سال 2024 ساعت 2:40 بر اثر بارشات در دهه شلونک جماعت دیات قلعه سرخ رشت سیل روز دوشنبه وحدت را موقتا بست. در برطرف کردن عاقبت‌های این سیل تکنیک و کارمندان خدمات راه ناحیه جلب کرده شدند. ساعت 11:40 راه تازه کرده شد و حرکت نقلیات برقرار شد. همچنین ساعت 14:56 همین روز از کیلومتر 101 تا 108 شورای وحدت رشت لخش سیل روی منطقه را بست. برای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی تکنیک مهندسی ناحیه سفربر کرده شد، راه باز کرده شد. طبق اطلاع شعبه کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در ناحیه سنگوار یکم ایول سال 2024 در دهه یازگند جماعت دیات طویل دره ناحیه سنگوار بر اثر اومدن سیل یک پول ماشین‌گذر را شسته است. همچنین 36 خانه و انشاءات یاریرسان ساکنان محلی زیر آب مانده است. همه ساکنان به جای امن انتقال داده شدند. با مقصد معاین نمودن خسارات و تشکیل کارهای برطرف سازی کمیسیون ایالت‌های فوق‌العاده با رهبری معاون یکم رئیس کمیته پلکوونیک لطیف زاده به محل از آفت ضرر دیده سفربر کرده شد. همین طور روز دوم ایول سال 2024 ساعت 16:10 در کیلومتر 205 راه دوشنبه وحدت رشت لخش در حدود موضع حفظک ناحیه لخش به سبب بالا رفتن حرارت سطح آب دریای سوغک بالا رفته آب مجرای دریای سرخاب را بست و تقریبا 500 متر راه را شسته 4 ستون برق را خراب کرد. کسی آسیب ندیده است. رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی ادامه دارد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده قبلا خبر داده بود که طبق معلومات هواشناسان روزهای یکم دوم ایول سال 2024 در ناحیه‌های علایده توبه جمهوری در ولایت سوخت و در نواحی غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل باقی میماند. علاوه بر این روزهای یکم سوم ایول سال 2024 در یک قطار نواحی‌های ولایت ختلان، ناحیه‌های توبه جمهوری و شهر دوشنبه بنابر تغییریابی آب و هوا طوفان گرد و غبار در نظر است.